کتابخانه صوتی فارسی زبانان تقدیم می‌کند. اندیشه‌های ماندگار، تحلیل افکار پیشوایان و فرزانگان عالم. نویسنده وین والتر دایر. کار. وقتی کار می کنید به نیلبکی می مانید که از میان قلب زمزمه های زمان به موسیقی تبدیل می شود. عشق به زندگی از طریق کار به معنای دوستی و صمیمیت با درونی ترین راز حیات است. کار عشقی مرئی و ملموس است. از این رو مادام که کاری با شور و اشتیاق در نیامیزد، پوچ و میان تهی خواهد بود. خلیل جبران 1883 تا 1931. خلیل جبران صوفی، شاعر، نمایشنامه نویس و هنرمند لبنانی است. او از سال 1910 در امریکا زندگی کرد. اگر قرار بود که بخش مرئی و نامرئی وجودم را با اعداد 0 تا 100 ارزیابی کنم، 1% آن را به بخش مرئی و 99% دیگر را به بخش نامرئی اختصاص می دادم. در واقع من معنای عبارت تو همانی که به آن می اندیشی را که در کتاب مقدس مورد تأکید قرار گرفته به تجربه دریافتم. افکار ما که بخش نامرئی انسانیت ماست، وضعیت زندگی خاکی ما را از هر حیث تعیین می کند. از سوی دیگر در قلمرو نامرئی وجود، بخش حقیقی مان که روح نامیده می شود آشیان دارد. روح نه تجزیه می شود و نه پیر می گردد. از ساحت زمان خارج است. حقیقتی جاوید و ابدی است. اکنون اندکی ژرف به این نکته بیندیشید که 1% وجودتان شکل و ماده و 99% آن روح است. و آنگاه نسبت به احساسی که در وجودتان می‌گذرد دقیق و هوشیار شوید و با برخورداری از این تصویر ذهنی به خود خاطر نشان کنید که تمام کارهای عملی ما تنها معرف جزئی از این 1% است. شاید بتوان گفت که کمتر از 1/4% از حضور فیزیکی ما در کار سرمایه گذاری می شود. در حالی که افکارمان درباره کار نماینده بخش بزرگتر انسانیت ماست. فکر و روح که از 99% وجودمان نشأت می‌گیرد همواره با ماست. اختصاص تمام نیروی زندگی به کار جز ناراحتی، خشم و دلزدگی و معکوس کردن اولویت‌های واقعی زندگی فرجامی ندارد. اگر 99% هستی ما نامرئی است، پس باید عشق را به عنوان حاکم بلا منازع وجود پذیرفت و در برابرش سر تعظیم فرود آورد. افکار شما درباره کارتان 99% شخصیت واقعی شماست. وقتی از کارتان متنفرید، 99% جوهری انسانیت شما به سوی 1% کل انسانیتتان گرایش می‌یابد. این افکار از بخشی از وجودتان که صلح و صفا در آن آشیان دارد سرچشمه می‌گیرد. خلیل جبران آن را درونی ترین راز حیات نامیده است. اگرچه شما به کاری که دوست ندارید اشتغال دارید و یا آنچه را که دوست دارید انجام نمی‌دهید، تردید نکنید ناهنجاری را نسبت به حفظ تعادل ترجیح دادید. برای تداوم کاری که از آن متنفرید و خودداری از کاری که به آن عشق می‌ورزید، هیچ بهانه‌ای وجود ندارد. نفرت از کار به سهولت و به سرعت می‌تواند موجبات تلخکامی شما را فراهم آورد. در این حال برای خروج از این تنگنا 2 راه پیش روی شماست. 1. کاری را که انجام می‌دهید تغییر دهید و به سوی حرفه‌ای که موجب نشاط و انبساط خاطرتان می شود بشتابید.
احساس و نگرش خود را نسبت به کار کنونیتان تغییر دهید و از این طریق عشقی را که مایلید زندگیتان را لبریز کند منعکس کنید. تداوم کار بدون انتخاب یکی از این دو راه سبب می شود که خواسته هایتان را واپس بزنید و در لاک خود فرو روید و بخش عمده زندگیتان را در راه ارضای کمتر از 1% از وجودتان قربانی کنید. از وقتی که دیده به جهان گشودید کارتان با شما متولد شد. شما برای کار خاصی ساخته شدید و تمایل برای انجام آن کار را از لحظه‌ای که به این جهان گام نهادید در ذهن و جوهره وجودتان مستقر. شما برای کاری ساخته شدید و تمایل برای انجام آن کار از لحظه‌ای که به این جهان گام نهادید در ذات و جوهره وجودتان مستقر کردید. اگر به انجام کاری که به آن علاقه ندارید کشیده شده اید و نمی توانید به حرفه دلخواه خود بپردازید، بدون توجه به اینکه چگونه آن کار آغاز شد و یا چه عاملی شما را در این کار نگه داشته، می توانید با گوش کردن به پند و اندرز شعرگونه خلیل جبران در زندگی حرفه‌ای خویش تغییر عمده و اساسی پدید آورید. در این مرحله هر خطری بر سر راهتان قد علم کند، انسانیت شما یعنی روحتان آسیب می‌بیند. می‌دانم که رد و تکذیب یک توصیه چقدر آسان است. همه ما می‌توانیم برای ناتوانی خود در انجام حرفه مورد علاقه خویش دلایل ملموس و عینی دست و پا کنیم. در این حال پیام این شاعر بلند آوازه لبنانی هرگز به خاموشی نمی‌گراید. مادام که کاری با شور و اشتیاق در نیامیزد، پوچ و میان تهی خواهد بود. اگر شما احساس پوچی را ترجیح می‌دهید و با بهانه عملی بودن حرفه کنونی خویش ساز و نوای روحتان را در راه کاری بی انگیزه و خسته کننده قربانی می‌کنید، بی تردید هدف خاص زندگیتان را به باده فراموشی سپرده اید. اما اگر مایلید در هنگام کار همچون نیلبکی باشید که از میان قلب آن زمزمه های زمان به موسیقی تبدیل می شود، قبل از هر چیز از شما دعوت می کنم که دیدگاه خود را نسبت به کاری که به آن اشتغال دارید تغییر دهید. به احتمال زیاد کسب معیشت برای گذران زندگی نخستین بهانه برای ادامه شغل خسته کننده کنونیتان خواهد بود. و یا فکر می کنید باید به کاری بپردازید که برای آن تربیت شده اید یا بیم آن دارید که مبادا جریان پول بند بیاید و به همین دلیل به کار طاقت فرسای خویش ادامه می دهید. تمنای من این است که با توجه به اینکه پیام‌های فوق از افکار قالبی و شرطی شده شما دیکته می شود، با این نتیجه گیری مبارزه کنید. پیشنهاد می کنم به هر قیمت ممکن حرفه‌ای را در پیش گیرید که با انجام آن احساس مسرت و رضایت خاطر می کنید. کاری بسیار پرانگیزش و پر از رضامندی و خوشنودی که روحتان شما را به انجام آن ترغیب می کند. آنگاه خواهید دید که چگونه سیلان پول چون رودخانه خروشان به سویتان سرازیر می شود. در باگواد جیتا، کتاب مقدس هندوها، کریشنا یا خدا خطاب به یکی از پیروانش میگوید: دانایان تمام نتیجه کارشان را به من عرضه می کنند، حالان که نادانان تنها به بهره و ثمره فعالیتشان نظر دوختند. پیام این است به کاری که بیش از هر کار دیگر به آن عشق می‌ورزید سرگرم شوید و بقیه کارها را به عهده دستگاه آفرینش واگذار کنید. زیرا قوانین طبیعت و مقررات خلقت از جزئیات آن مراقبت لازم را به عمل می آورد. با تمام وجود این واقعیت را حس کنید که انجام کار مورد علاقه و یا راغب شدن به کار کنونی نسبت به متاعی که دوست دارید تولید کنید و یا مزدی که در قبال زحمتتان دریافت می کنید در مقام و مرتبه‌ای بالاتر قرار دارد. اندرز خلیل جبران را بخوانید و در شادی و شعف برانگیخته از سخن او غوطه‌ور شوید.
شما یک نیلبک هستید و کارتان عشقی است که مرئی و پدیدار شده است. هرچه کار و تفریحتان را به هم نزدیکتر کنید، از توصیه شاعر بیشتر پیروی کردید. شخصاً بین کار و بازی هم هیچ تفاوت و تمایزی قائل نیستم. به سخنی میتوانم آنها را از هم تمیز دهم. در واقع با پیروی از ندای باطنم و انجام کاری سرگرم هستم و تعیین اینکه آیا کار میکنم یا مشغول بازی هستم به عهده دیگران است. در حال نوشتن برای انجام آنچه به آن عشق می‌ورزم احساس شادی و شعف می‌کنم. نمی‌توانم تعیین کنم که این کار است یا بازی. این قضیه هنگام سخنرانی، بازی تنیس و بازی با فرزندانم که با جیغ و فریاد توأم است مصداق دارد. اغلب چنین به نظر می‌رسد که هم مشغول کار هستم و هم سرگرم بازی. به راستی که کار همان عشق است که به صورت مرئی و ملموس پدیدار می شود. هیچ کلامی بهتر از توصیه خلیل جبران گویای این واقعیت نیست. به کار مورد علاقه خود بپردازید و یا آنچه را که انجام می دهید دوست بدارید. شما می توانید با عزمی راسخ همین حالا این سخن را توشه راه کنید. رعایت راهنمایی‌های زیر شما را در رسیدن به این مهم یاری می کند. با اتخاذ تصمیمی هوشیارانه از کارتان خورده نگیرید و از آن عیب جویی نکنید. تمام روابط و مناسباتتان را با عشق بیامیزید و بدون توجه به استقبال از گشاده روی شما در مهر ورزیدن به افراد ثابت قدم باشید. بدون توجه به سن و مقام و منزلت اجتماعیتان برای ایجاد تغییری عمده در زندگیتان با سلاح شهامت و مخاطره جویی مجهز شوید. ببینید که با انجام چه عملی بیشترین لذت را نصیب خود می کنید. این کار می تواند رقصیدن، باغبانی، نگارش و یا حل جدول باشد. آنگاه با طرح برنامه منظم این فعالیت را که هم کار و هم سرگرمی است به مدت 1 تا 2 هفته انجام دهید. چندی نمی‌گذرد که افکار غالبیتان را که القا می‌کند کار یعنی چیزی که مجبور به انجامش هستید و برای رزق و روزی و گذران زندگی باید رنج و مشقت و دلزدگی ناشی از آن را به دل و جان بخرید به هیچ می‌گیرید. اکنون وقت آن است که بر منطق خلیل جبران که گفت کار عشقی مرئی و ملموس است گردن نهید. پس از آن که تصمیم گرفتید آنچه را که دوست دارید انجام دهید و یا آنچه را که انجام می دهید دوست بدارید، بر وسوسه‌ای که شما را به پیشبینی مصیبت و بدبختی راهنمایی می کند غلبه کنید. ضمن توجه به هدف و شادی و سرور زندگی از ورود سایر افکاری که با دیدگاه شما سازگار نیست به ذهن خودداری کنید. از یاد نبرید عشقی که در قبال انجام کاری حس می کنید صرفاً یک اندیشه است. هرگاه در کسب و کارتان از الهام بهره مند هستید، تردید نکنید که همه چیز بر وفق مراد است. ذهن خود را به کمبود پول، خستگی و یا گرسنگی معطوف نکنید. به ظاهر الهام شما به خودی خود هرچه را که ضرورت دارد در وقت مناسب پدیدار شود فراهم می کند. گویی دست در دست خدا دارید و از او راهنمایی و هدایت می طلبید. کار را می توان مشغله زندگی روزمره تلقی کرد. تفکر مهرآمیز را به تمام جنبه‌های مشغله روزانه‌تان بیاموزید. به فرصت شغلی خویش ارج نهاده و آن را موهبتی برای خود تلقی کنید. هنگام انجام کارهای نظیر جارو کردن، مرتب کردن رخت خواب، خریدن و حتی برداشتن مداد به زندگی، روح و 99% وجودتان فکر کنید. توجه برانگیخته از عشق و عطوفت به تمام حرکت‌های جسمانیتان شیوه زیبا و عملی عشق بر عشق به زندگی از طریق کار است.
گزینی. خوش به حال فردی که توجه و آرزویش به چند هکتار ملک پدری محدود می شود و خرسند از این است که در سرزمین اجدادیش هوای وطن را تنفس می کند. شیرش توسط احشام و نانش به وسیله مزرعه‌اش تأمین و جامه‌اش از پشم گوسفندانش بافته می شود. درختانش در تابستان سایبان اوست و در زمستان گرما بخش محفلش. خوشا به حال فردی که ساعتها، روزها و سالهای زندگیش با صلح و صفا سپری می شود. بدنش تندرست، ذهنش آرام و روزهایش سرشار از آرامش است. شبها از خوابی آرام بهره‌مند بوده و مطالعه توأم با آرامش خاطر برایش تفریحی شیرین و دلپذیر است و سادگی توأم با آرامش مراقبه بیشترین نتیجه را برایش به بار می آورد. پس بگذار پنهان و ناشناخته زندگی کنم و بدون زاری به دیار باقی بشتابم. به آرامی چشم از دنیا بربندم و هیچ سنگی نگوید که در کجا آرمیدم. الکساندر پوپ 1688 تا 1744. الکساندر پوپ شاعر بزدگوی انگلیسی، حاکم بلا منازع ادبی زمانش لقب گرفت و نمونه مجسم هنر و ادبیات مدرن انگلیسی به شمار آمد. وقتی شعر معروف الکساندر پوپ را برای نخستین بار می‌خوانیم، به نظر می‌رسد که این شعر صرفاً به این نکته می‌پردازد که شادمانی از صلح و آرامش سرچشمه می‌گیرد. در واقع نه تنها این شعر که بیشتر آثار این شاعر که در قرن 18 در ویندزور فراست واقع در حومه لندن میزیست از این معنا تأثیر پذیرفته است. او به انحناء ستون فقرات و عفونت ریوی دچار بود. به همین دلیل قدش در تمام طول زندگی از 1.30 متر تجاوز نکرد و مدام از سردرد شدید رنج می برد. بیماری و عدم تناسب اندامش سبب شد که به دردهای جسمانی و روانی حساس شود، گوشه انزوا برگزیند و در دل طبیعت و فارغ از انبوه جمعیت و اغتشاش زندگی شهری درباره صلح و آرامش به تأمل و تعمق بپردازد و درباره آن شعر بسراید. دنیای طبیعی کنونی ما با دنیای 300 سال پیش که پوپ در آن دیده به جهان گشود تفاوت عمده و اساسی دارد و همین ویژگی پند و اندرز شاعرانه او را برای ما دلنشین‌تر و نافذتر می‌کند و خرسند از این که در سرزمین اجدادیش هوای وطن خود را تنفس می‌کند. در دنیای امروز کنایه است از سوزش چشم ناشی از هوای مسموم، تنفس هوای دودآلود و فرستادن آن به ریه‌ها و یاخته‌ها. در دنیای امروز معدودند افرادی که بتوانند با دوشیدن شیر احشامشان، چیدن پشم گوسفندانشان و سوزاندن تنه خشک شده درختانشان به خودکفایی برسند و لبنیات و لباس و گرمای خانه خود را تأمین کنند. تعداد انگشت شماری از انسان‌های امروزی از این توانایی برخوردارند که با آرامش کامل ساعتها، روزها و سالهای زندگیشان را سپری کنند و از جوش و خروش اجتماع فاصله بگیرند. امروزه نابسامانی‌های محیط زیست، استرس فزاینده و سر و صدای انواع ماشین‌آلات نظیر بولدوزر، کامیون، مته برقی و آژیر آمبولانس گریبانگیر مردمان جوامع متمدن شده و تندرستی جسمانی و روانی آنان را تحلیل می‌برد. اندرز شاعرانه پوپ که حدود 300 سال پیش به زیب تحریر درآمد، در وضعیت دنیای کنونی ما کاملا مصداق دارد. سمستر نخست این شعر نیاز ما را به تنفس هوای پاکیزه و یافتن خودکفایی در طبیعت و لذت بردن از خلوت‌گزینی و آرامش در طول روز کانون توجه قرار داده است. توصیه می‌کنم که بدون توجه به محل سکونتتان برای راه دادن این عوامل حیات بخش به زندگی از هیچ کوششی فروگذار نکنید. برای خروج از شهر و حضور در طبیعت وقت بگذارید
و گاه به گوش کردن صدای اقیانوس و جویبار و یا بوییدن عطر گلی بنشینید. تماشای غروب آفتاب را نظاره کنید و در دل سکوت در آرامش و آسایش ژرف فرو بروید. در بخش 4 پوپ در قالب شعر به ما اندرز می‌دهد که چگونه تفریح و سرگرمی را با ساده زیستی و آرامش مراقبه در هم آمیزیم و از خوابی آرام لذت ببریم. در بخش دیگر این کتاب به اهمیت آرامش مراقبه اشاره کردم. به همین دلیل از توصیف آن در اینجا خودداری می‌کنم. توجه به اجزا و عناصر یک زندگی شاد و سرورانگیز، یعنی مطالعه، استراحت، تفریح و سادگی، توصیه نیکو برای همه دوران بوده است. هنگامی که برای مطالعه مباحث مورد علاقم وقت می‌گذارم، با استراحت، بازی تنیس و یا اختصاص اوقاتی به شنا و دویدن، فشار و تنش را از وجودم می‌زدایم و سادگی کودکانه را به خصوص پس از آرامش مراقبه به خوبی حس می‌کنم. و آنگاه قطع شعر پوپ که می‌گوید سادگی توأم با آرامش مراقبه بیشترین نتیجه را به بار می‌آورد، به طور کامل در وضعیت من مصداق پیدا می‌کند. شعر مشهور تنهایی الکساندر پوپ به عوامل اساسی شادمانی اشاره دارد. این شعر به ما گوشزد می‌کند که تا حد ممکن با طبیعت و محیط زیست عاری از تنش رابطه برقرار کنیم و با صیقل دادن روح از تنش، انقباض عضلانی، افسردگی روانی خود را پاک و مصفا سازیم. ترغیبتان می‌کنم که بدون توجه به میزان شلوغی و ازدحام و سر و صدای زندگی روزانه، این اندرز شاعرانه را آویزه گوش و از آن پیروی کنید. شخصا به دفعات در معنای ژرف و عمیق آخرین بخش این شعر غوطه‌ور شدم که میگوید بگذار من پنهان و ناشناخته زندگی کنم. به ندرت از این امتیاز بهره‌مند بودم که با پیشوایان مذهبی و فرزانگان الهی مصاحبت و معاشرت کنم. ماندنی‌ترین تأثیر این انسان‌های تکامل یافته بر من این است که این کسان حس منیت و خودپرستی خویش را فرو نشانده و آرامش ژرف و عمیقی را بر خود حاکم ساخته‌اند. آنان ابداً مایل نیستند که از انوار الهیشان در جهت مقاصد دنیوی سود ببرند. ذهنشان هرگز به کالبد فیزیکیشان معطوف نیست و تقریباً حضور این کالبد خاکی را از یاد بردند. هیچگاه در صدد نیستند که به خاطر موهبت‌های عظیمی که نصیبشان شده برای خود اعتباری کسب کنند، بلکه همه موهبت‌ها را به خدا نسبت می‌دهند. هنگامی که از فرانسیس مقدس شفاعت‌دهنده بزرگ قرن 20 پرسیدند که چرا جسم بیمار خود را مداوا نمی‌کند، پاسخ داد که قصد دارد همه بدانند این او نیست که به بیماران تندرستی ارزانی می‌کند. به اعتقاد من برای اینکه میزان عظمت و شادمانی هر کس را محک بزنیم، باید ببینیم که برای مهار منیت خود تا چه اندازه توانایی دارد. آیا می‌تواند در قبال انجام کاری نیکو در صدد کسب امتیاز نباشد و تشکر و تحسین کسی را طلب نکند و فارغ از جلب توجه دیگران و صرفاً بر مبنای رأی و مقصود باطنی خود کاری را به مرحله اجرا گذارد؟ مفهوم راستین پرهیزگاری و مقاومت در برابر وسوسه، تحسین شدن و آموختن ایثار و بخشش بی‌نام در فیلم کلاسیک وسوسه شکوهمند به طرزی زیبا به تصویر کشیده شده است. به مجرد اینکه از احساس نیاز به کسب مقام و منزلت دنیوی اجتناب کنیم، نوع تازه‌ای از آزادی را تجربه خواهیم کرد. شاعر این معنا را در آخرین قطعه‌اش گنجانده است. به آرامی چشم از دنیا بر می‌بندم و هیچ سنگی نمی‌گوید که در کجا آرمیدم. من مفهوم این قطعه شعر را در حضور بزرگان راستین حس کردم. به تصور من عیسی مسیح، بودا و لاوتسو مظاهر این فروتنی بودند. هنگامی که در برابر مادر میرا
استاد الهی هندی تبار که در آلمان اقامت داشت نشستم و به چشمان سرشار از نور الهیش نگریستم. وجودش چنان عاری از منیت و خودپرستی بود که بدون هیچ مقدمه‌ای با من ارتباط برقرار کرد. به طور کامل حس کردم که او به خاطر موقعیت باور نکردنیش در زهد و تقوا محتاج کسب امتیاز و یا شهرت نیست. وقتی کارلوس کاستاندا از مصاحبت و معاشرت خود با ناگوالها، استادان بزرگ معنوی نوشت، از تواضع و فروتنی این کسان دچار حیرت شدم. این افراد به رغم ظاهری کاملا معمولی از هوشیاری قابل ملاحظه‌ای برخوردار بودند. گرچه در عمق زندگی می‌کردند، اما جلوه‌های تواضع و فروتنی در تمام اعمال و رفتارشان نمایان بود. ضمن حضور دائمی تقریباً نامرئی بودند. این خصوصیات متضاد از آخرین قطع شعر پوپ نیز نتیجه گیری می شود. بیاموزید که ناشناخته و نامرئی زندگی کنید و احساس نیاز برای مورد توجه قرار گرفتن را سرکوب کنید. چنانچه خود را هدایت یافته احساس کنید، می توانید در اوج صلح و آرامش و بزرگی به پیش بتازید. اولین تماس من با استاد معاصرم گروجی که تقریباً به مدت 1 ساعت طول کشید، با آرامش کامل توأم بود. در تماس ما کلمه ها نقش نداشتند. او در خلال این مدت بدون هیچ چشم داشت و یا اندکی توقع، تکنیک آرامش مراقبه را برای متجلی ساختن آرزوها به من آموخت. به طور کلی استادان بزرگ از ضرورت فروتنی و حفظ گمنامی آگاهند. هیچ کس از لاوتزو، استاد کهن چین، این آرمان را بهتر جمع‌بندی نمی کند. لاوتزو که بخشی از این کتاب به او اختصاص داده شده است، به ما خاطر نشان می کند که تمام رودخانه ها و جویبارها به دریا می ریزند، زیرا سطح دریا از همه آنها پایین تر است. فروتنی این قدرت را به دریا بخشیده است. برای به کارگیری حکمت نهفته در شعر خلوت‌گزینی، الکساندر پو ضرورت دارد که از راهنمودهای زیر پیروی کنید. اوقاتی از روز را به خلوت‌گزینی تخصیص دهید و در خلال این مدت جز غوطه‌ور شدن در سکوت به کاری دیگر نپردازید. تا حد امکان سر و صدای مزاحم محیط کار و زندگی را با پخش موسیقی کلاسیک سبک استتار کنید. آثار موزارت به شما حس توازن و آرامش می‌بخشد و تقریباً موجب افزایش کارایی و کاهش اضطرابتان می‌شود. برای حضور در طبیعت و گوش کردن به صدای حیوانات و نغمه پرندگان، آهنگ موج و باد و تنفس عمیق و آهسته در هوای پاک وقت بگذارید. این اوقات برای بازیافت نشاط و سرزندگی دوران جوانی یک درمان واقعی است. یوگا را از طریق نام‌نویسی در آموزشگاه یا استفاده از نوارهای ویدیویی بیاموزید و آنگاه تمرین‌های آن را بخشی از برنامه روزانه‌تان قرار دهید. در کمال گمنامی و عدم احساس نیاز به سپاسگزاری، بخشش و ایثار به نیازمندان را سرلوحه رفتار خود قرار دهید. ترغیبتان می‌کنم که فیلم‌های وسوسه شکوهمند و برادر خورشید و خواهر ماه را ببینید. این 2 فیلم دگرگونی و تحول فرانسیس مقدس و تبدیل او به انسانی ایثارگر و فروتن را در قرن 13 به نمایش می‌گذارد. توصیف متافیزیکی هنری دیوید سارو را به یاد آورید که پیام خلوت‌گزینی را اینگونه جمع‌بندی کرد: فروتنی مانند ظلمت روشنایی‌های بهشت را آشکار می‌کند. کتاب آیینه حکمت و تجربه بشری است. نیروی عشق. روزی پس از آن که ما بر بادها، امواج، جزر و مد و نیروهای ثقل زمین حاکم شدیم، نیروی عشق را نیز برای خدا مهار خواهیم کرد.
آنگاه برای دومین بار در طول تاریخ جهان انسان آتش را کشف خواهد کرد. پیر تیلرد دچاردین 1881 تا 1955. پیر تیلرد دچاردین، کشیش، دانشمند و فیلسوف فرانسوی، تمام طول عمر در جهت تفسیر مسیحیت در پرتو کمال کوشید. او ماده و روح را دو مؤلفه متمایز یک عنصر کیهانی تلقی کرد و تضادی بین این دو ندید. پیر تیلرد دچاردین در اینجا از موضوعی سخن به میان می‌آورد که چنانچه همان را درک کنند، انسانیت به کلی متحول خواهد شد. او عشق و انرژی را مرتبط به هم دانسته و اعتقاد دارد که عشق از نیرویی برخوردار است که می‌تواند انسانها را چون رشته قوی به هم پیوند دهد. تقاضا می‌کنم که به معنای عمیق عبارت‌های این فیلسوف برجسته و مؤمن به طور کامل توجه کنید. به اعتقاد او زمانی فرا خواهد رسید که انسان می‌آموزد چگونه بادها، امواج، جزر و مد و نیروی ثقل را به زیر سلطه درآورد و از این طریق نیاز بیکرانش را به انرژی تأمین کند. به این نکته توجه کنید که تمام این منابع انرژی در سمفونی طبیعت نقش دارند و هوش کیهانی به عنوان رهبر ارکستر این سمفونی را هدایت می کند. هیچ کس تاکنون باد را ندیده است. تنها با اثرات آن روبرو بوده است. حرکت برگ‌ها و ریزش باران قابل مشاهده است. جریان هوا بر روی گونه‌های ما حس کردنی است. اما باد که عامل و مسبب تمام این اثرات است، مکتوم و نامرئی باقی می‌ماند. این واقعیت در مورد نیروی ثقل، جزر و مد و امواج نیز صدق می‌کند. برای مثال می‌توانیم لغزش موج را بر روی ساحل مشاهده کنیم. اما عامل و مولد موج همچنان پشت پرده ابهام باقی می‌ماند. سقوط اشیاء را از درخت می‌بینیم، اما آنچه موجبات این سقوط را فراهم می‌کند برای ابزارهای حسی ما یک راز است. اکنون برای لحظه‌ای به فضای درونتان نظری بیفکنید و به نیروی بالقوه‌ای که آکنده از عشق ناب است و تاکنون دست نخورده باقی مانده توجه کنید. ما تاکنون تنها با اثرات و نتایج این انرژی روبرو بودیم و هیچ کس تاکنون از ماهیت و موقعیت این انرژی سر در نیاورده است. یکایک سلول‌های ما از بی نهایت اتم و ذرات ریزتر از اتم ساخته و پرداخته شده است. چنانچه تعداد معینی الکترون یک اتم را به طور مرتب به دنبال هم ردیف کنیم، با نیروی شگفت‌آور و اسرارآمیزی روبرو خواهیم شد. مدعی نیستم که از فرمول علمی آن باخبرم، به همین دلیل اجازه دهید به طور نظری بپذیریم که یک اتم حاوی 1 میلیارد الکترون است. اگر به طور مصنوعی و مرتب هر یک از این الکترون ها را زیر الکترون دیگر قرار دهیم، نهایتاً به مجموعه‌ای می‌رسیم که فیزیکدانها آن را توده بحرانی خطاب می‌کنند. به این ترتیب و بر مبنای یک فرضیه 375 میلیون الکترون به ترتیب روی هم قرار می‌گیرند و 625 میلیون الکترون به طور تصادفی در حرکت هستند. به مجرد اینکه الکترون 375 و یا آخرین الکترون در ردیف قرار گرفت، نیروی در درون ساختار اتم تمام الکترون‌های باقی مانده را به نظم در می‌آورد. این نقطه که انتقال فاز نامیده می‌شود، نقطه‌ای است که نیروی درونی یک سلول، یک مولکول یا یک اتم و یا جزئی از ذره اتم را برای آفرینش نظمی تازه فعال می‌کند. این نیروی درون سلولی همان نیرویی است که پیر تیلهارد دچاردین آن را عشق می‌نامد و چنین توصیفش می‌کند: عشق رشته نیرومندی است که جمیع عناصر حیات را به هم پیوند می‌دهد. اکنون خود را یکی از 6 میلیارد سلول خانواده بشریت تلقی کنید. اگر همه ما در یک مسیر قرار گیریم و با کل هستی یگانه و متصل شویم،
می توانیم به نیروی برانگیخته از توده بحرانی دست یابیم و عشق را که زاییده توده بحرانی است توشه راه کنیم. در واقع همان اصلی که بر سلول ها حاکم است بر جهان مادی ما نیز حکم فرمایی می کند. تیلهارد دچاردین می گوید چنانچه جامعه بشری به این توده بحرانی برسد و در معرفت ضمیر راستین استقرار یابد، نیروی نامرئی عشق را که معادل کشف آتش است برخواهد انگیخت و با انرژی آسمانی و ضمیر باطن به توافق و هماهنگی خواهد رسید. دسترسی به توده بحرانی با قرار گرفتن یکایک انسانها در یک صف واحد متحقق می شود. این راهنمودی است که استادان روحانی در تمام طول تاریخ ما را به پیروی از آن توصیه کردند. گرچه تیلهارد دچاردین در طول حیاتش فوق‌العاده مورد احترام بود، اما عملاً گمنام و ناشناخته باقی ماند. او در مقام کشیش از انتشار برخی از آرمانهایش منع شد و بخش عمده نوشته‌هایش تا پیش از مرگ انتشار نیافت. فلسفه‌اش بر مبنای این اصل استوار است که یک تکامل ذهنی و اجتماعی ما را به سوی یگانگی و اتحاد معنوی سوق می‌دهد و نهایتاً صفات عشق، کمال و قدرت را برازنده ما می‌کند. از این رو ضرورت دارد توانایی خود را برای بسط و گسترش عشق در ذهن ترسیم کنیم تا این نیرو جمیع عناصر حیات را در بر گیرد. او انرژی خفته و نهفته عشق را رشته‌ای نامید که کل هستی را به هم وصل می‌کند. عشق یک اکسیر حیات بخش است که مانند هدایت کردن انسان‌های نخستین برای کشف آتش، بشریت را می‌پروراند و به هم پیوند می‌دهد. چنانچه مایل باشید می‌توانید ضرورت کشف آتش برای بقای بشریت به حیرت و شگفتی نخستین برخورد انسان با آتش را در ذهن به تصویر بکشید. می توانیم درس تیلهارد دچاردین را با درک این نکته آغاز کنیم که صدمه زدن به یک انسان با آسیب رساندن به نیروی الهی درون هر یک از ما برابر است. همان گونه که الکترون‌های هر اتم با نیروی محبوس در آن سهیم است. عشق به عنوان رشته پیوند دهنده جهان هستی جزئی از وجود ما را تشکیل می دهد. بنابراین هنگامی که دچار آشفتگی و ابهام و احساس ناامنی می شویم و خصومت و بدخواهی را به ذهن راه می دهیم، با برهم زدن نظم الکترون ها و جلوگیری از انتقال فاز، مانع از آن می شویم که هوش بیکران بر حسب اصول و قوانین کائنات ما را به هم پیوند دهد و فقر و بیماری و ترس را از قلمرو و هستی ما براند. هر اندیشه یا اقدام برانگیخته از خصومت و کینه توزی از جانب ما از انتقال فاز جلوگیری کرده و ما را از کشف آتش برای دومین بار در تاریخ جهان محروم می کند. گرچه این نکته ممکن است غیر واقعی به نظر آید، با وجود این تردیدی نیست که همه ما می توانیم خشم و نفرت و خصومت و انتقام جویی و سایر خلق و خوی زمینی خود را تحت سلطه درآوریم و راه را برای انتقال فاز جامعه بشری که بنا به پیشبینی تیلهارد دچاردین سرنوشت محتوم ماست صاف و هموار کنیم. عبارتی از انجیل که همواره مورد علاقه من است این گونه درباره عشق سخن میگوید: اگر گفتار من از عشق تهی باشد، ولو اینکه به زبان فرشتگان سخن بگویم، صدایم تنها یک ناقوس و یا سنج پر سر و صدا خواهد بود. این عبارت به این نکته اشاره می کند که بدون عشق از بحرانی به بحران دیگر و از مصیبتی به مصیبت دیگر رهسپار خواهیم شد. عبارت فوق از مهربانی، عشق و شکیبایی سخن می گوید و از فقدان حسادت، غرور و مباهات، خشونت و خودخواهی داد سخن سر می دهد. به این نکته اشاره می کند که چگونه مشعل عشق در فضای مسموم خصومت، نفرت و خودمداری به خاموشی می گراید و چطور در این محیط عطرآگین
درستی و ایثار و بخشش شعله‌ور می شود. عبارت مورد نظر با این پیام پرمعنا خاتمه می یابد و اکنون این سه باقی می مانند: ایمان، امید و عشق. اما بزرگترین همه اینها عشق است. آری، توانایی و تمایل برای ایثار عشق حتی نسبت به ایمان و امید نیز اولویت دارد. اکنون این سوال پیش می آید که چگونه می توان بذر عشق را در کشتزار دل پرورش داد؟ برای این منظور می توانیم از داوری درباره مردم دست بشوییم و شادمانی به خاطر اشتباه و یا درد و رنج دیگران را سرکوب کنیم. به جای اینکه مهربانی را فقط در لابلای کتاب مقدس بجوییم، در پرتو آن کینه‌توزی و انتقام جویی را از آشیانه دل بیرون رانیم و با چشم‌پوشی از خطای دیگران توانایی ایثار و دریافت عشق را به دست آوریم. می توانیم از تنگ نظری و محدودیت‌های تحمیل شده از سوی نیاکانمان پا فراتر نهیم و در هر جا و هر زمان عشق را به عنوان یگانه شیوه زندگی برگزینیم. نیروی عشق چون چسبی نیرومند سلول‌های جمعی عناصر حیات را به هم متصل می کند و موجب یگانگی و اتحاد همه ما می شود. رابرت برانینگ جهان فاقد عشق را چنین توصیف می کند: عشق را کنار گذارید و آنچه از سیاره خاک باقی می ماند یک گورستان است. شما می توانید در فقدان نیروی عشق به سهم خود انرژی حیات را با عشق احیا کنید. توصیه می کنم که از همین حالا با پیروی از راهنمودهای زیر کلمه‌های نغز و ارزشمند تیلهارد چاردین را چون چراغی فراراه خود قرار دهید. خود را سلولی در پیکره بشریت تلقی کنید که می تواند با به حرکت درآوردن انرژی انتقال فاز به عشق کیهانی را میسر کند و از این طریق تفاوتی بزرگ بیافرینید. فراموش نکنید که چنانچه اندیشه انگیخته از عشق با عمل پشتیبانی شود، ما را یک قدم به کشف آتش برای دومین بار نزدیک می کند. رفتار و گفتار افراد را در بوته انتقاد و عیبجویی قرار ندهید و افکار برخاسته از قضاوت، انتقام جویی، خشم و خصومت را از خانه دل بیرون رانید. صرفاً به خود بگویید دیگر نمیخواهم این گونه فکر کنم. هنگام برخورد با گفتار و رفتار ناصواب و شایعه پراکنی‌های تنفرآمیز از موضع عشق واکنش نشان دهید. در دل بگویید نمیخواهم در پرتگاه قضاوت و داوری فرو افتم. به جای انتقاد از فردی که به تبعیت از شخص منفیش به ستیزه جویی و کینتوزی میپردازد، در سکوت عشق به سویش ایثار کنید. در میان جمع با مهربانی از حقوق و حیثیت افراد غایب طرفداری کنید. شما نیز همانند من عبارت مشهور و پرمعنای کتاب مقدس را که در این مقاله به آن اشاره شد قاب کرده و بر روی دیوار اتاقتان نصب کنید. من هر وقت از راهروی خانه به طرف اتاق بچه‌ها گام برمی‌دارم با این عبارت روبرو می‌شوم و به یاد می‌آورم که عشق بزرگترین هدیه است که می‌توانم به آنان پیشکش کنم و راه عشق راه پیوند با جهان است. یاران فرهیخته و گرامی، برای گسترش فرهنگ کتابخوانی و افزایش دانش همگانی لطفاً با فشردن دکمه سابسکرایب، لایک و تانکس ما را در این مسیر ارزشمند یاری فرمایید.